به کانال یوتیوب ما خوش اومدید. با ما همراه هستید در یک دیگر سفرهای جذابمون در میان شگفتی‌های دنیای علم. امروز ما در حال کاوش درباره اختراع هواپیما هستیم. قبل از شروع سفرمون حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا سفری بیشتری در دنیای علم داشته باشیم. اختراع هواپیما به برادران رایت، اورویل و ویلبر رایت نسبت داده می شود که در 17 دسامبر 1903 با موفقیت به پرواز کنترل شده دست یافتند. مفاهیم اولیه و الهام. ایده پرواز انسان برای قرنها مردم رو مجذوب خود کرده بود. مخترعان و متفکران اولیه از جمله لئوناردو داوینچی طرحهایی برای ماشین‌های پرنده ساخت. با این حال تا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بود که تلاش جدی برای پرواز با هواپیما آغاز شد. اورویل و ویلبر رایت تولید کنندگان دوچرخه بودند که در اوهایو مستقر بودند. اونا علاقه شدیدی به مکانیک و مهندسی داشتن که باعث شد تا احتمالات پرواز انسان رو کشف کنند. اونا تحقیقات گسترده‌ای در مورد دانش موجود در زمینه آیرودینامیک انجام دادند. قبل از اقدام به پرواز با هواپیما، برادران رایت یک سری آزمایش‌های گلایدر رو برای درک اصول آیرودینامیک و کنترل انجام دادند. اونا چندین گلایدر رو برای آزمایش اشکال مختلف بال، مکانیزم‌های کنترلی و روش‌های پیشرانه طراحی ساختند. تست تونل باد. برادران رایت یک تونل باد کوچک برای آزمایش اشکال مختلف بال و تعیین کارآمدترین طرح ساختند. کنترل 3 محوره. یکی از ابداعات برادران رایت توسعه سیستم کنترل 3 محوره بود. اونا متوجه شدن که برای حفظ ثبات و کنترل در پرواز، چرخش و انحراف هواپیما ضروریه. اونا با استفاده از سکان متحرک و سیستم تاب شکن بالها به این امر دست یافتند. برادران رایت بر اساس آزمایش‌های گلایدر و آزمایش‌های تونل باد یه هواپیمای پرقدرت با طول بالهای 12.5 متر و موتور 12 اسب بخار طراحی کردند. اون هواپیمای معروف به رایت فلایر رو در فروشگاه دوچرخه خود ساختند. در 17 دسامبر 1903 اورویل خلبان رایت فلایر برای اولین پرواز برقی شد. این هواپیما مسافت 40 متری رو در 12 ثانیه طی کرد. ویلبر و اورویل به نوبت خلبانی هواپیما رو به عهده گرفتن و در آن روز پروازهای بیشتری انجام دادند. موفقیت برادران رایت لحظه‌ای مهم در تاریخ هوانوردی رقم زد. نوآوری‌های اونها پایه و اساس هوانوردی مدرن رو پایه‌گذاری کرد و الهام بخش پیشرفت‌های بیشتر در طراحی و فناوری هواپیما بود. اصولی که اونها معرفی کردند از جمله کنترل 3 محوره امروز هنوز برای هوانوردی اساسی هستند. دستاوردهای برادران رایت در پروازهای برقی هر ساله در 17 دسامبر به عنوان روز برادران رایت در ایالات متحده گرامی داشته می شود. به سهم قابل توجه اونها در زمینه هوانوردی رو به رسمیت می شناسند. از اینکه در این سفر برای کشف چگونگی اختراع هواپیما و ما ملحق شدید بسیار متشکریم. ما در ویدیوهای آینده خود به ارائه بینش‌های جذاب‌تر از دنیای علم ادامه خواهیم داد. با اشتراک گذاشتن این ویدیو با دیگران می توانید به افزایش آگاهی علمی کمک کنید. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر ماجراجویی بعدی ما در دنیای هیجان انگیز علم باشید.